گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار دهم. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. دوم، جمعیت آسیای میانه در عصر اول آهن. اوستا همچون سرچشمه تاریخی. اوستای امروزه از 4 قسم عبارت است: یسنا، نظر، نیاز، مجموعه مدح‌های مراسمی، یشت‌ها، یشت، نیایش، ستایش، سرودها در وصف خدایان دینی زردشتی و دیودت، قانون و مقابل دیوان، شکل بعدینه نادرستش وندیداد، دستورها درباره پاکیزگی هنگام طاعت و عبادت، مقررات دینی و شرعی، پارچه های اساطیر قدیم، حماسی، ویسپرت، همه رادها، نام کمی ناصحیح آن ویسپرت، از مجموع دعا و مدح‌های عبادتی عبارت است. علاوه بر این به اوستا یک چند بخش‌های حجماً خرد نیز داخل می‌شوند. یسنا از 72 باب عبارت است که 17 تاش را گاتها، سرودهای پیغمبر زردشت، اساسگذار آیین زردشتی. 7 باب را یسنا هفتهتی، یسنای 7 بابه، که از جهت زبان و زمان آفرینش به گاتها نزدیک است تشکیل می‌دهند. طرز گویش گاتها و یسنای 7 بابه نسبت به خرد اوستا قدیمتر بوده، از آن با خصوصیت‌های لهجوی فرق می‌کند. دایر به زبان اوستایی در بین دانشمندان چند نقطه نظر موجود است. یک گروه عالمان از جمله تدسکا و میه زبان اوستایی را به زبانهای غربی ایرانی، گروه دیگر پیش از همه خ نیوبرگ بر گروه زبانهای شرق ایرانی نسبت می‌دهند. به اندیشه دیگران از جمله که گوفمن و هنین این زبان در بین زبانهای ایرانی موقع علاهیده و میانه را اشغال می‌نمود. اما بعضی خصوصیت‌های علاهیده زبان اوستایی، مخصوصاً لهجه گاتها، موافق به زبانهای شرق ایرانی میباشد. در خرد اوستا تأثیر زبانهای غرب ایرانی مشاهده می شود. دایر به مسئله زمان و مکان پیدایش اوستا نیز میان عالمان بحث ها جای دارد. وابسته به عنعنه‌های زردشتی دوره ساسانیان، زمان زندگی زردشت و آفریده شدن گاتها
به آخر عصر 7 نیمه اولی عصر 6 پیش از میلاد نسبت داده می شود. یک گروه محققان این اندیشه را پرره جانبداری می نمایند. عالمان دیگر به آن شک آورده تأکید می کنند که خودی این عنعنه بعدتر از زمان پیدایش اوستا به میان آمده است و شاید آن جنبه روایتی داشته باشد. امروز به این اندیشه می توان با مشکلی اعتماد نمود، گرچند امکان دارد که زردشت در آخر عصر 7 آغاز عصر 6 پیش از میلاد زندگی کرده باشد. مکان زیست زردشت و پیدایش آیین زردشتی نیز در علم بحثناک است. با روایت‌های معمول زمان ساسانی زردشت در اتراپاتینا، آذربایجان و یا از راغ میدی ری عصر میانگی نزدیکی تهران ظهور کرده است. اما حقیقت آن است که با معلومات خرد اوستا در راغ یا راگ جماعی پیروان زردشت بوده اند، اما این ناحیه که در سمت شمال شرقی ماد میدیا جایگیر بود، نخستین محلی پهنشوی تعلیمات زردشت از شرق می باشد. طبق روایت قدیمه زردشت در باختر زیسته است و آن را مؤلفان یونانی کتیسی آخر عصر 5 آغاز عصر 4 پیش از میلاد در اثرش آورده است. این را به اینابت گرفته بعضی عالمان تخمین می نمایند که گاتها در باختر آفریده شدند و زبان آنها در دوره قدیم زبان اوستایی بوده است. یک گروه دیگری عالمان زردشت را همزمان هخامنشیان نخستین از جمله دارای یک شماریده فعالیت او را به شمال غربی ایران نسبت می دهند. اما عقیده معمول آن است که گاتها تا هخامنشیان ترتیب یافتند و به ایران غربی یگان مناسبت ندارند. حقیقت در آن است که گاتها و دیگر قسم‌های از جهت زمان به آن نزدیک در یکی از ناحیه‌های آسیای میانه و یا منطقه‌های همسرحد افغانستان و ایران شمالی شرقی آفریده شدند. این را پیش از همه معلومات جغرافی خودی اوستا نیز تصدیق می نماید. بعضی عالمان از جمله تلستاف میانه و پایاناب دریای آمو یا اصلا خوارزم را وطن زردشت می دانند. عالمان دیگر ای مارکوارد بنوینیست نیز مملکت اساطیری ایرانیم و یجه فراخنای آریانا وطن ایرانیان و دین زردشت را خوارزم می دانند. خ نیوبرگ و ای ابایف گ ویدنگرین ژ دیوشن گویمن و دیگران به ناحیه‌های بین دریاهای امو و سیر یعنی سوخت و یا ناحیه‌های همسایه آن یا به سرحدهای سکیف و سکایهای آسیای میانگی یا ناحیه‌های ساحلی بحر ارل و پایاناب دریای سیر یا به مرو، سوخت و خوارزم و غیره اشاره نمودند. اما نکته نظر بیشتر پنهان شده در عصرهای هینین، بر، گرشویچ، سینر و دیگران آن است که گاتها در حدود دولت خوارزم قدیم که تا آمدن هخامنشی ها موجود بود آفریده شده است. مخصوصاً مرغیان و آریا که در سمت جنوبی خوارزم جایگیر بودند همچون مکان آفریده شدن گاتها پذیرفته می شدند. اما هینین و اکادمیک سترووه تنها مرغیان را همچون مکان آفرینیش می شناسند. واقعاً دولت خوارزم بزرگ موجود بود، به این شکی نیست، اما دلیل های قوی آید به مناسبت زردشت به این دولت موجود نیست. گروه معینی عالمان زمان پیدایش زردشت و آفریده شدن گاتها را خیلی قدیمتر از آمدن هخامنشی ها می دانند.
از جمله دیاکنف در زمینه معلومات خود گاتها آفریده شدن آن را پیشتر از عصر 5 نیمه دوم عصر 7 پیش از میلاد اد مایر و دیگران قریبی های سالهای 1000 و یا ابتدای 1001 پیش از میلاد ویدنگرین باشد. زمان زندگی زردشت را به دوره بین سالهای 1600 پیش از میلاد منسوب می دانند. به اندیشه بعضی عالمان اوستای اوله تا میانه عصر 6 پیش از میلاد در شرق میدیا در راک پذیرفته شده، از آنجا به ایران غربی پهن شده است. تحلیل نشان می دهد که زمان زندگی زردشت و آفرینش گاتها پیشتر از آخری عصر 7 اولی عصر 6 پیش از میلاد بوده. مکان پیدایش آنها یکی از ناحیه‌های آسیای میانه و موضع‌های همسرحدی آن می باشد. دلیل اساسی این حدود جغرافی خود اوستا و گروهی ملک و کشورهای در آن نامبر شده می باشند. از جمله در باب اولی ویدیودت آورده شده است که بهترین کشور و مملکت‌های آفریده اهورامزدا ایرنم و ایجه، گاوا مکان سغدیان، ماوروئی ناحیه مر، توانا راستی پرست، بهدی باختر، زیبا با درفش‌های افراشته، نیسایه که بین ماورو و بهدی واقع است، هری و ناحیه هرات و ناحیه های دیگر تا موضع های هند و هرخوت ارخازیه در جنوب و شرقی، هیتومنتا در وادی هیلمند در جنوب، کشورهای گرگانیان و راق در شمال شرقی میدیا در غرب می باشند. موافق معلومات جغرافی این ملک و کشورهای اساسی آسیای میانه و منطقه‌های همسرحد آن افغانستان و ایران شمال شرقی بودند. به عقیده ما وطن نخستین متن‌های اوستایی را باید در آن کشورهای جست که تصویر آنها در سرود در وصف میتره یشت‌های 10 مهر یشت آمده است. در این کشورها سپهبدان مغلوب نشونده آنها کارزارهای بی عدد می ساختند. کوههای بلندی پرچراگاه به شخصی پرستار چارپایان خدمت می کردند. کلهای بلورین با مساحت بزرگ پهن شده، دریاهای وسیع پرآب به سوی ایشکت و پروت، پرات و مرو، غوی و سوخت و خوارزم روان بودند. در این متن ناحیه های نام بر می شوند که با باختر همسایه و همسرحد بودند و یا قسماً در زمان پیش از هخامنشی ها به ترکیب آن داخل می شدند. بیشک باختر با درفش های افراشته، چی طوری که آن در ویدیودت یاد می شود، اگر نخستین نباشد یکی از آن کشورهایی است که در مناطق آن دینی زردشتی اولین بار پهن گردید. در متن‌های خرد اوستا غایه و رسومات و آبرس‌های به تبلیغات اولیه زردشت بیگانه بیشتر مشاهده می شود. یسنای 7 بابه که به همان لهجه گاتها ترتیب یافته است، با آیین‌های پهن شده دیگر گذشت‌های زیاد می‌کند. خدایان و شخصان اساطیری میتره و هومه را وصف می‌کند که آنها از زمان‌های نهایت قدیم در بین آریایی‌ها پرستش می‌شدند، ولی بعداً در گاتها همه آنها رد گردیدند. این سازش بزرگی دولتی بود که در زمان هخامنشی‌ها، اشکانیان و بعداً ساسانیان پهن گردیده بود. جزهای زیادی خرد اوستا محض
در همین دوره ها ایجاد گردیدند. گرچند بعضی پارچه های خرد اوستا مخصوصاً یشت ها از روی مندرجه قدیمتر از گات ها می باشند. کتاب مقدس اوستا نه تنها کتاب دینی است بلکه قاموسی است که دایر به آیین و مذهب‌های ایرانی قدیم و رسومات قبیلویی که به زمان عمومیت هندو اروپایی دخل دارند معلومات می‌دهند. این کتاب مهمترین یادگاری دایر به آموزش ایام باستان، مدنیت و معیشت، ساختمان‌های اجتماعی و سیاسی آن زمان، آثار حماسی قبیله‌های ایرانی، آسیای میانه و ایران می باشد. همینطور تحلیل‌های در بالا آورده شده نشان می‌دهند که اکثریت دانشمندان زمان آفرینش یسنای 7 بابه را عصر 6 آغاز عصر 5 پیش از میلاد، انشای یشت‌ها و مخصوصاً مهر یشت را قدیمتر یعنی 10 ساله های نخستین عصر 5 پیش از میلاد می حسابند. یعنی در اینجا عالمان آن را بیشتر به نظر می گیرند که گاتها در آغاز و یا نیمه اولی عصر 6 پیش از میلاد مرتب یافتند. در این حالت احتمال است که بخش های جداگانه اوستا، یسنای 7 بابه و یشت های اولین خیلی پیشتر انیقترش در فاصله بین سنه زندگی زردشت و میانه عصر 5 پیش از میلاد ایجاد شده باشند. متن‌های دیگری خرد اوستا از زمانی نشان داده شده بعدتر نیز ادامه داشت. بعضی از آنها شاید در عصرهای یکم 1001 میلادی مرتب یافته باشند. اوستا مهمترین سرچشمه و یگانه مأخذ خطی دایر به قدیمترین مرحله تاریخی طایفه های شرق ایرانی، پیش از همه ساکنان آسیای میانه، افغانستان و نواحی در اطراف آسیای میانه جایگیر بوده ایران می باشد. باید هنگام استفاده اوستا همچون سرچشمه تاریخی گوناگون جنبه بودن آن که این انعکاس کننده دوره ها و حتی حادثه های مختلفی تاریخی اند، تأثیر اندیشه و جهانبینی مورخان و مرتبان آن به متن‌های تا به ما باز رسیده نیز به نظر گرفته شوند. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار دهم. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.